سلام دوستا، خدا کنه جور صحت باشین. امروز ویدیویی میسازیم طایفه behind the scene یا پشت صحنه ساخت برنامه امید فردا رو براتون نشان بدهیم که چی مشکلات، جنجال ها و چالش هایی رو ما سر راه داریم یا ازش میگذریم تا اینکه یک برنامه تلویزیونی را به ثبت برسانیم. خب جایی که شما میبینین کمال یک شوروم است، البته یک استودیوی مخصوص تلویزیون نیست. ما خودمون ستاپ کردیم، خصوصا لایت هایشه، اما بعدا ستاپ آدینس و ستاپ استیج ما خودمون لیاوت میکنیم بر اساس 3 یا 4 کمری که در برنامه استفاده میشه. مسیجان آماده که همراه ما کمک کنه که بریم ستاپ آغاز کنیم. مسیجان از کجا شروع میکنیم؟ اول میریم وسایل از استورج میریم یا ای که این دو ترالی رو میگیریم، از این استفاده میکنیم که انتقال ما آسان تر شود. مسیجان بریم. خب حالا در مرحله ستاپ رسیدیم که باکس ها رو مسیجان انتقال داد دیگه، کلیش ستاپ میشه از شروع. حالا وقتی ستاپ رسیده و این میز کاملا باید ستاپ کنیم قبل از 4 بجه. این قسمت ستاپ ما تقریبا کامل است، فقط مانیتور رو وصل میکنیم و این کامپیوتر رو برای قادری صاحب آماده میکنیم که تکست و تلپرامتر اسکریپت ادیت میکنن و به خود ایار بسازنش. یک طرفش کلان. آفرین گروپ چراغ لامپ یعنی مایتاش که دلیوری آمده لامپ هسته و سرش کار کردم میره. ناجب جان چند قطار میسازی؟ چند چوکه؟ 3 قطار فکر میکنم. ها درسته سا؟ سگمنت ها استرکچر برنامه است که اسکریپت شده، پرینت شده. قادری صاحب نام خدای بخشا را کلگیش عیار میکنه و آماده میسازه. وقت نصب پرده است که پرده بسیار به سختی نصب میشه. حبیب جان خدا خیر بده که اونو زحمت میکشه و این قسمت امروز یک پرابلم شد که یک قسمت میخ یا مچنگک برآمد از دیوال. انوایرمنت لایت استودیو نام خدا بسیار مقبول جور شده. اگه باز کدام چیز چالان شو کم نمیشو؟ فکر کنم این لایت ها رو چالان شو شاید دو باز دیفیوز کنه خدا کمه. باشین دوستا کمی اسکرین تلویزیون پاک شو، چون اگه لکه ها باشه باز در کامera بسیار واضح معلوم میشه. که زیادتر سرجان امرای آدینس وقتی که صحبت میکنن یا صحبت هایشون مستقیم به کامera می باشه. وظیفه ما کنترل کامera است. در حالت تست کامera هستیم. امروز برنامه داریم راجع به دپریشن هستم. دیگه ما با شاتای خود که مربوط من بشه کامera 4 شاتای خود ما تست میکنیم که اگر کمی کاسی باشه پیش از برنامه او را حل بسازیم و در آماده پروگرام شیم. ببینیم که فریم کامera خودت من معمولا خصوصا از این زاویه که هست 2 شات دارم. من دیگه نمی 2 شات برنامه خود پیش میبریم. بله. چطور سیستم کمیونیکیشن خوب است. خوب کمیونیکیشن بسیار گپ خوب است که در تمام جریان برنامه دیگه خود در پشت کنترل است یا از طریق کنترل میشد. همیشه در کانتکت و کمیونیکیشن هستیم در تمام برنامه. دیگه ستاپ ما تقریبا آماده شده. فقط سیرجان بیایه که یک درای رن کنیم، یک امتحان کنیم که همه سیستم کار میکنه، ریکاردینگ کار میکنه. در آخر برنامه بنابراین با تبله و هارمونیه میخوانم که این هم یک
که چی ستاپش هم مد نظر ستاپ شده گرفتین اونجا باید ما شما بگیریم دیگه سر به خاطر از او باید خیلی میره باید از حال فکر کنین یک تبل نواز است خودش هارمونیا و میخوانه مرازیو ستاپ کار است واقعا یعنی باید از میال خیلی چه قسمی میشه مثلا چاکر کنن برشون بخی سیسر کنن دستشون ایتو هارمونیا نه هارمونیا و تبله گفت میه هارمونیا خب میتونه که اینجا برای خود با اون سر چیز بخی یا او میشه تبله اگه کدام چیز کار است که میاله سایزش اوکی ملسان و غرغجان خوبستی بخیر What's happening اینجا مسئول اینمی کامل هستیم و مسئول کلوزاپ شات ها رو میخواییم بگیریم اینمی 70 to 200 دیگه بیرول مردم هم میگیریم باز پسان اضافه میکنیم در برنامه افغان ها میفهمین زیاد گپ میزنن دیگه گپ و زیاد قطع باید کنیم خصوصا از آدینس زیاد گپ میزنن یک و نیم ساعت برنامه نرمالی یا 2 ساعت برنامه ثبت میشه ما باید 1 ساعت بسازیم اما وقت ما رو زیادتر میگیره از دیگه چیزا کنم عاجل کو شروع کرد اما اولین گپ چین اینجا شروع میکنه کنین بر اساس آماران نیمی از جمعیت افغانستان بچم سلامت روانی ندارن فلان عاجل باز سکو اینی با یادت باشه وقتی میگه از ناسلامتی رن میبرن عاجل دو میشه بزن بدلی که دو میشه تا سه میشه باشه بعد از او خلاص آدینس خو آدینس نداریم صفحه چت باز او هم نداریم خلاص دیگه پریمپتش میکنه نیم متر آلتام سر آمده که نوبت در سکریپت یک چیز نشته بوده یک دم توریسه گفته چینج کو مثلا ما گفتیم نه جو چون سیار یک چیز دیگه میخوانه او خاطر باز ما در او حالت بخی گم کردیم دیدی همون پرزنتیشنه که گم کردی گم شد باز ما دیگه دستم که کجا میره از همون فلو میره سلام علیکم سلام علیکم نه این را دیگه کنکت کو کم چارت شوه و هم HDMI ریلی کرده بتونه اینی لپتاپ ایسوبان چون به خاطر که کارش نداری بکگراوند است ایره تو که یک بکگراوند است پلی میشه یک هم متوجه باش که نوتیفیکیشن های چیز از این میه متوجه هستی؟ اونو سایلنت نمیتونیم کنیم نه خب میشه در آخرای 2018 ما امید فردا را پلان گذاری کردیم بعدا ما یک ایونت بسیار خوب در 2019 گرفتیم که تقریبا اکثر دوستایی که در کمیونیتی معاملهشون آشنایی و ارتباطات داشتیم اونا رو دعوت کردیم و یک برنامه خوب شد و برنامه افتتاح شد اما بعد از او با مشکلات روبرو شدیم مثلا موضوع کرونا آمد موضوع تغییر حکومت افغانستان آمد که ما نتونستیم امو پلان هایی که مثلا به برنامه سازی بود ما تا سال 2000 آخر 2023 و 24 مورد عملی بسازیم اما ما در این دوران تونستیم که در بخش های خیریه بسیار فعالیت های خوب داشته باشیم که امروز الحمدلله با بیشتر از 300 فامیل در افغانستان ما مساعدت پولی میرسانیم و برنامه های ما امروز ما قسمت دهم برنامه را ثبت میکنیم که درباره موضوع افسردگی است و تا فعلا در برنامه که داشتیم هر یکیش درباره موضوعات بسیار مهم جامعه بوده و از بیننده های عزیز کسایی که تا اول برنامه ما را مکمل ندیدن یا تنها یگان قسمتکاش در فیسبوک یا اینستاگرام میدن و در یوتیوب ندیدن ازشان خواهش میکنیم که برن در صفحه آمو امید فردا نوشته کنن چی به انگلیسی چی به فارسی و برنامه ما رو ببینن چون ما ارزش بیشتر ای داره که مردم نه تنها که برنامه را ببینن یک سطح فکری مثلا ما ایجاد بکنیم درباره موضوعاتی که در برنامه ها مثلا ذکر شده ما بتونیم که دسته جمعی کار کنیم و یک افغانستان رو بهترتر داشته باشیم و همین یک امید فردای ما هست. من ریزش جان تبدیل نکنم خود بسید؟ نه این سرماخوردگی را ریزش جان که زده من ریزش سردردی پیش دکتر میریم. در چین شرایط چی باید کرد تا از افسردگی نجات یافت؟ نه اسب نمیکنیم. اسب نمیکنیم. مش میره کات میکنیم. بس اساس ایران بر اساس اسب دولت ده پیشین. 10%. این پیس که اینجا؟ ایر کات میکنیم مش مزیه. و این یک قسمت دم اینجا جی افکس ها اوکی.
یه دقیقه ببخشید این تحقیقات این بخی پس کن این تحقیقات که نشان میده که 10 سال در دنیاست نه این میت خیلی حالا بودم میگم حالا تا جای دیگه رو بگو بازو بعدا کاملا پردازی پیش دکتر میدیم اما برای افسردگی نمیدیم. نیمی از جمعیت افغانستان از مشکلات روانی از جمله افسردگی رنج میبرند. تکان دهنده تر ای که در این میان 69% زنان هستند. نشدن. افغانستان در رده بالاترین میزان افسردگی دنیا قرار دارد. در چنین شرایط راه درمانش چیست؟ ما امروز در مورد افسردگی و راه بیرون رفت از آن صحبت می‌کنیم. صحیح دیگه. در یک فقط در شبخانه هرات مراجعه کنید. یعنی فقط در که تاکید کو که یعنی تنها در هرات وقتی قمیره خون در دیگه جواب نه مراجعه کردن نه مراجعه به درمان مراجعه کردن که بسیاری از اینا سابقه اقدام به خودکشی را داشتن. خیلی با ایماندهی رو باز میمازون حق نمیده براودن میدونی؟ اما تو خوب است کی رو بگه؟ جرمان نشان بود چرکی راحتی برای ریزش و سردردی پیش دکتر میریم اما برای افسردگی هیچ جا نمیریم. نیم از جمعیت افغانستان از مشکلات روانی و از جمله افسردگی رنج میبرند. زیاد شدن. افغانستان در رده بالاترین میزان افسردگی دنیا قرار دارد. در چنین شرایط چی باید کرد تا از افسردگی نجات یافت؟ همین البته برنده سخت هستم. همچنان در یکی از تلویزیون مجری برنامه‌های تلویزیونی کار کردیم در سابقه که در تلویزیون فعالیت نمی‌کنیم. بیدادها. ولی شما بخواد شاعر باور نکنید. فکر نکنید که این بیداد می‌فهمی که اون اینجا چه نشده اوکی بود مدرس بود دفعه آشلیان چطور بود؟ بخیر تیر شد سرت؟ بخیر گذشت امروز هم یکم گدوات شده بود چی کنم؟ سرجان بخیر گذشت؟ بخیر گذشت. یک برنامه خیلی خوب منظم ریکورد کردیم سر تایم سر وقت خانواده بریم درگاه بریم خاص وقت جمع‌کاری است. قادری صاحب هستی گفتم خراب. من تلویزیون یادم رفتم. من گفتم که موضوع جمع کردن کار آسان نیست. اینجا ببینه این کارا این گپا رو داره که جمع میکنم. Nee, ook nou na. Nee, niet waar. Asli lijno باید دیگه. خب دوستا لحظات آخر بود برنامه ثبتش کامل شده و وقت جمع‌کاری است. وقت جمع‌کاری دیگه میفهمین کلی فرار میکنه کس نمیمونه همه خوب است اما کسایی میمانند که واقعا میفهمن که چطور چه رقم جمع کنن چون کیبلای قیمتی است باید منظم جمع شد و منظم چینده شود. دیگه این یک روز طولانی بود. خدا کنه که تجربه پشت صحنه رو دیده باشیم که چقدر کار داره و ما چقدر زحمت میکشیم. تا برنامه بعدی دیگه خدا حافظ و ناصرتون.